گفتم دارم آماده میشم برم بیرون، یه کلیپی هم ضبط کنم از آماده شدنم. حدس بزنین حالا میخوام کجا برم؟ هیچی دیگه، پای دوستم شکسته، میخوام بریم ایالتش. اینکه من همیشه قبل میکاپم آبرسان رو میزنم. بچه‌ها بیاین یه طرفم بهتون میگم، همیشه وقتی بعدش میخوایم بریم یه جا و میخوایم موهاتون فرشه، دیگه کرلی نکنید. موهاتون از قبل ببافین که صبح بیدار میشین و باز کنین فر بشه. من دیگه حوصله کرمپود ندارم، ضد آفتاب میذارم. روز بودم سولار، حس میکنم یکم رنگ پوستم تیره تر شده. خب میریم به پارت مورد علاقه من، کانسیلر. ولی سعی میکنم کم بزنم چون هم پیگمنتش خیلی بالا، هم جای خاصی نمیخوام برم که زیاد بزنم. حالا که رو بختم هم تاثیر داشته باشه. میرسیم سراغ روژگونه. خب پودر فیکس رو میزنیم که دیگه بریم دیگه سریع‌تر. خب من عاشق پودر فیکس هم، اصلا یه جوری مات میکنه میکاپو، اصلا خیلی خوبه. ککمک عشقانه. بچه اینم یه میکاپ خیلی نچرال و دخترونه. خب بچه ها نظر بدین چطور شدم؟ به نظر خودم که شبیه الهی زیبایی شدم. تا ویدیو بعدی بوس بهتون، بای بای.